میگم بازی کری واسه هواداراست، ولی الان عضو خانواده بزرگ استقلالم، جونمو برای این تیم میدم، تو زمینم نشون دادم. و سالی که ما قهرمان شدیم تو جام حذفی آقای میثاقی، من استرس شبا نمیخوابیدم، به خدا خودمو مدیون میدونه. یعنی ما اگه قهرمان نمیشدیم باور امکان نداشت من تیم استقلال دوباره امضا میکردم، بازی میکردم، میرفتی. اصلا گفته بودم، اصلا امکان نداشت. این هوادارو من چجوری تو صورتش دیگه نگاه میکردم؟ هواداری که پارسال آقای میثاقی نمیدونی قهرمانی برای هواداره، جون و دلشو برای این تیم گذاشت. من میدیدم، من نیومده بودم اینجا که آقا میثاقی این شرایط تجربه کنم، به خدا نیومده بودم. ولی الان که اومدم به خاطر این قهرمان سرم بالاه. ما تنها تیمی بودیم که تو آسیا صعود کردیم، سرم بالاه. یعنی از اسم استقلال تو آسیا دفاع شد پارسال با اون شرایط بعد، و واقعا دستشون رو میبوسم آقای میثاقی، با افتخار میگم هواداری بزرگ استقلال، من واقعا دوستتون دارم، واقعا جنتلمنید که اینجوری از من رامیرزیان فرزند کوچیک استقلال سربازتون اینجوری حمایت کردید و فکر کنم جوابش من تو زمین به هوادارا دادم.